یک ویروس آمده است امروز در روی دنیا. اگر گویم که تمام چهره تا تمام گردن ها تا محکم کن که ویروس تاثیر میکنه، تمام چشم و روی و همه اندامش میپوشونه، ولی الله میگه که سر رو و گردن تا بپوشون، ایده نمیپوشونه. الله مهربان اشاره میکنه سرهاتان، گردنهاتان، دستهاتان، بدنهاتان همه پوشیده باشه. بین خطاب الله را بین. این سخن در قسمتی از آدما تاثیر گذاشته است، قسمت نه. لیکن حاضر اگر اعلان شود که همین ویروس آمده است، چشمها، سرها، گردنها همه اعضا پوشیده باشه، همه میپوشونه. از ویروس میترسید. و یک خواهرم از ما التماس کردن الحال که درباره حقوقهای شوهر و حقوقهای زن بر ما کمی حکایت میکردین یا یک موضوع خاصه برای ما آماده میکردین. انشاءالله البته ما وعده کردیم که ما که به گوش مردم، به گوش این مردها این موضوع را البته رساندگی بدیم. لیکن الحمدلله که امروز در اطراف ما و شما که مادرها جمع میشوند، هیچ کدام شما در هیچ معرکه اگر شما را سوالم که کنند آیا زنها در مسجد رفته نماز جمعه میخوانند، هیچ کدام شما دو دیلگی و هیچ کدام شما یگان در دلتان یگان غم و اندوه را پیدا نکنین، بلکه هزارها بار شکر کنین. شکر کنین که امروز در مسجدهایی که در اطراف ما و شما هست، 6 یا 7 مسجد جامعی که در کلاب ما و شما فعالیت دارد، که در داخل اونها زنها نماز میخوانند، امروز به خدا قسم این شرف است. هزارها بار شکر. علل خصوص من شکرانه میکنم که امروز زنهای ما و شما آمده صدای امر معروف و نهی از منکر میشنوند، در این موعظه های ما و شما اشتراک میکنند. البته آبادی خانه‌ام، آبادی جمعیتم، همش از چی است؟ از زنها عبارت هستند. زن بسیار یک اهمیت کلان در جامعه ما و شما اجرا میکنند. از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنند، برابر همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن، مثل همین ثواب میگیرند. لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرهای اسلامی که برای نماز جمعه آماده میکنند میآیند، در کوچه هم همین ترک نسازند. برای در بعض سوالها از من آمده است بعضی خواهرها با سطر میان نماز جماعت میخوانند، نماز جماعت جمعه را میخوانند، لکن در کوچه وقتی که اگر میبرایند سطر اسلامی را ترک میکنند. وقتی سطر اسلامی که در کوچه که ترک شد، این نماز و این عبادت های خیری که این خواهر میکند همش حبطه و باطله میشوند. این نماز، این سطر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی سطر نزد خسرت است، خوشتامنت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک سطر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک سطر کنند. یعنی همان روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلکم پایانتر است میپوشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است. مبادایی که اگر در کوچه بغیر سطر اینها اگر حرکت کنند، تمام عبادت هاشون باطله میسازند و بیکاره میسازند. ولی انشاءالله در باب این یعنی قدر زنها در اسلام چی منزلت دارند و چگونه اسلام قدر اینها را بلند کرد، خدا خواسته باشد البته در یگان صحبت های آماده میکنیم. لکن یک برادر بسیار از ما التماس کردن که در نماز جمعه آینده همین جنگ احد که در این شکست مسلمان ها بود، همین بر سمع ما میرساندی، بسیار تاکید بسیار کردند. البته این جنگ خیلی جنگ مشکلی بود. در این جنگ بعد جنگ بدر هست که در جنگ بدر مسلمان ها خیلی یک ظفر کلان یافتند و بسیار یک غنیمت گرفتند.
که عدد اونها به 313 نفر می رسید که 70 اشتر داشتند میگد و 2 اسب داشتند و همگی 8 شمشیر داشتند. در عوض 3000 قریشی هایی که از دین محمدی بیگانه بودند به آنها جنگیدند و خداوند به یاردم ملائکه ها اینها را ظفر داد.